جونی مادرت ول کن. 40 دفعه میگه سکا دارد. هی نخوای داد بزنی سر من مثل آقا داوا. راست میگه دیگه، چی کارش داری؟ هی انگار استرس میندازی تو جونه. چی کارش داری؟ 1 ساعت نشستیم هی سکا دارد. بابا الان شلوغ میشه، برو دیگه، برو. سکا دارد. صندلی، برو. صندلی دنده خلاص بشه. آینه الان نه آینه نمیخواد چشو چارده ببینی. آینه مالی پشت ده میخوای نگاه کنی. آینه دنده آته چیه ننه؟ ریخت قیافه تو آینه. ریخت قیافه چیه پره؟ ماما راه نمادونه چی بود ننه؟ نه جونی مادرت ولمون کن. دوباره حالا میگه سکادراته. چه ندارد که سکادراته داره. میخوای شما بیای بشینی عقب من برم بشینم جلو؟ نه من درستش میکنم. من آروم حرف بزنم. برو. ننه این ضبط نداره یه بهنامبانی برای من بذاری؟ اصلا میگه بهنامبانی بفهمد خیلی تو رانندگی یاد بگیری یا اینا گوش بدی یا با سیبیلش تم میزنه. ننه من تو خونه هر کاری میخوام بکنم ضبط روشن میکنم. آره تو دستشویی میری ضبط روشن میکنی. آره یه دستشویی روشن میکنم. استارت بزن صبر کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا خودم هیچ نمی‌کنم. روشن شو. حالا راه میره. خب باید روشن بشه دیگه. چرا عزیز چه نه من میترسم. حالا کلاژه بگی دنده رو عوض کن. نمیخواد نگاه کنی تو دنده. خب نمیخوام که همه جا با هم نگاه کنم. من باید جلو رو ببینم، دنده رو ببینم، کجا رو ببینم. باید از حفظ باشی. باید جلو رو ببینی، دنده رو بزنی. نزن بابا تازه داره یاد میگیره. دنده رو بزن. کلاژه بگی برو. راهنماده بزن. کلاژه بکن. نکن. رازش بده. خب لامصبا خب نکشتی به من. گاز کجاست؟ من چی میدونم گاز کجا؟ خدایا تو رو قرآن. خدایا خودم ماشینمو به تو سپردم. برو بزن تو دنده. چرا کمربندی رو نبستی؟ ننه گفتم چرا پس درات چش مالی چیه؟ مالی 20 صاحب کمربنده. خب حالا جریمه میکنن. خب به من کمربنده دادی. یعنی برابر خدا قرآن عدیون میرسه. بکشی ماما بکشی. مگه میشه درسته بابا همه چه در نظر میگیرن ماشین. تو قرآن نگاه کن. اینجا نه بکن اون تو. بکن تو کمربنده بکن. راهنما بزن. برو آروم. برو. اللهم صل علی محمد.